سلام بچه‌ها، بروکلی وایتی هستم. خوش اومدین به چنل خودتون. امروز قراره براتون آموزش 100 تا سی پی رایگان رو بذارم که فکر کنم مال سیزن‌های قبلی شاید هم هنوز باشه. برین تست کنین، حتما ببینید و اینکه لیکوساپ فراموش نشه که من یکم انرژی بگیرم. حالا بریم وارد شیم که بهتون آموزش رو بدم. شما به چیز نیاز دارین، به تیک تاک مود نیاز دارین که الان براتون صفحش میاد. یه لحظه وایسین بیارمش، یه کات بزنم. خب ببینین اینجا الان همون جایی که گفتم وارد تیک تاک مود که شدین این میاد. خب اینجا باید لوگین کنین. فقط قبل اینکه لوگین کنین حتما شهرتون رو عوض کنین. آره شهرتون یا کشورتون رو. ببینین اینجوری اینو میزنین. اینم میزنین. خب اینجا ببین شهرها یا کشورهایی که فیلتر نمیخوان رو انتخاب کنین، مثل ایتالیا. ایران نباشه، ایران که حالا فیلتره دیگه، دیدین خودتونم. خب وارد میشیم. اینجا میگه باید ببینین که اینا. خب اینا هیچی. ما وارد پروفایل میشیم. باید وارد پروفایل میشیم، ساین میکنیم، یا اگه نداریم باید چیز کنیم. اگه نداریم باید مین اپ کنیم. نمیدونم، یادم نیست، فکر کنم لاگین باید بکنیم. بله میتونیم با هر چی داریم بکنیم، فقط گست نمیشه. آره با گوگلتون به نظرم جوابه. با گوگل راحت میتونین جوین شین و اینا. اونجا تاریخ و اینا میخواد. الان اینجا باید بنویسین کد لایو، کد ام لایو، یعنی استریم کالاف براتون میاره. حتما هم خارجی بنویسین، ایرانیشو تست نکردم. حالا ببینین خارجیشو بنویسیم ببینین که میاره. آره باید لایو باشه، حتما هم لایوی که مربوط به کالاف باشه. بعد حالا از اون لایو نمیتونم براتون فیلم بگیرم متاسفانه، همینجا براتون میگم. وارد لایو میشین، حتما هم درباره کالاف باشه. بعد 3 دقیقه ببینینش. بعد اون کنار یه گیفته، دیدین گیفتو میاره، یا براتون میاره رو صفحه، نمیدونم یه جا میاره. نمیتونم فیلم بگیرم، یادم نیست. خوب چون من خیلی وقت پیشا گرفته بودم. بعد وقتی که اونو گرفتیم شی رو میبینیم اون کنارش میزنیم، بعد عکس گیفت میاد، گیفتو میزنی. خب براتون یه ریدیم کد میاد، یه جورایی یه ریدیم کده. خب ریدیم کد که میدونین چیه خیلیاتون، اگه نمیدونین ریدیم کد یه چیزیه که مثلا جایزه میده به کالاف، مثلا یا کالاف گارنا یا کالاف واقعی. کالاف گارنا هم یه نسخه دیگه از کالافه. باید ریدیم کد همینه که مثلا میزنیش، مثلا بیوای لجند میده و اینا. کسایی که میدونن حالا بزنن، یکم جلو دارم برای اونا توضیح دادم. خب حالا اینجا باید ریدیم کد رو سرچ کنین توی گوگل، یا ایرانی یا خارجی. فیلترتون روشن باشه خاموش باشه فرق نمیکنه. وارد سایت اول میشین. اینجا یو آی دی که فکر کنم میدونین چیه. وقتی وارد پروفایل میشیم اون پایین یه یو آی دی هست، میزنی رو به روش کپی میشه، اونو اونجا میزنی. خب بعد اون پایینش ریدیم کده که کپی شده یا دیدینشو گیفته رو اونجا میزنی، ریدیم کده رو. بعد اون پایینم که بلدین دیگه خودتون، باید مثلا 7 5 6 این همین هست که مثلا میخوای کارت به کارت کنی آنلاین و اینا، پرداخت آنلاین کنی، اینجوری میشه. بعد سامبیت رو میزنی. سامبیت رو میزنیم. بعدش هم چیز میشه چیه، وقتی سامبیت رو زدی وارد کالافت باید بشی، چون میاد توی کالافت. وارد کالاف میشیم. ببینی حالا اون میله رو ببینی، اون بالا میل که میدونی چیه، یا همون به قول خود ایرانیا چیز نامه میاد براتون. ببینین